سلام و شب بخیر عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید. شبتون بخیر باشه دکتر. خب بس دیگه، با اینه میخواد سلام علیک بکنی. وقت برنامه مهمتر از این حرف هست. تو برو سر سوالاتت از من. اگه برنامه درست و درمون میخوای از اولش درست شروع کن که یه بحث مفیدی باشه. درسته نه دستقه؟ بله، شروع خوب و بحث انشالله مفیدی خواهد بود. حالا تو سوالاتو شروع کن. آقای دکتر، در حل ابهامات مربوط به پرونده هسته جمهوری اسلامی ایران مخالفان اساساً چه موارد و مسائلی مطرح هیچی. می‌کنند؟ بند کردن به این عظمای بدبخت بیچاره که 20 سال داره میزنه برای اینکه یه بمب صلح‌آمیز با پیام قوی داشته باشه. نمیذاره کارشو بکنه بدبخت بینوا. بابا این بیچاره دیگه چی براش مونده؟ با 95 میلیارد فقط تو حساب شخصیش یه بمب نتونه بسازه. خب آخه نامردیه که دستقه اون صورت مسئله رو که یادت دادم اینجا باید بگی. مشکل اینجاست که اونها چند موضوع و چند انتظار رو از جمهوری اسلامی دارن که دقیقاً برخی از اون انتظارات بر خط قرمزهای ما قرار داره. غنیسازی رو مد نظر قرار میگیره، بحث توقف نصب سانتریفیوژهای جدید و کارهای تحقیقاتی جدید رو مد نظر قرار میده، یا نیم نگاهی به برخی از تأسیسات هسته‌ای ما داره، یا در واقع انتقال محصولات ما رو و اورانیوم های تولید شده ما رو داره. همه اینها انتظاراتی است که در حد اکثر انتظارات کشورهای غربی وجود داره و از سوی دیگر آنچه را که قرار هست در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره در حد اقل و در کف مطالبات و انتظارات ما قرار میگیره. فاصله بین انتظارات اونها و مطالباتی که ما داریم همون قسمتی است که میتواند شکاف جدی رو ایجاد بکنه. اون افاعت هم بیا، بعدا دیگه نوبتت نمیشه تو خماری میمونی ها. یه پارادوکس جدی رو در این رابطه اون پرونده و اون فایل باز شده. رویارویی یک تیم مذاکره کننده از جمهوری اسلامی با چند تیم منتخب از سایر کشورها نبود. بس دیگه، داری پرت و پلا میگی. ناکس حرفاش خریدار نداره، حرف مفت میزنه. موج که نمیندازن که یه نفر به 5 نفر حساب میکنی. مشنگ عین شیر سماور نشتیدار میمونه. وقتی که میبندیش تازه یه خورده نشتی میده، همیشه هم همون نشتی آخر کارو خراب میکنه. مرحوم عووی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفرمودن که ممکنه همه آدما عوض بشن ولی هیچ کدوم از عوضی‌ها آدم نمیشن. بنا شد که در دور بعدی با هم بیشتر به گفتگو بنشینن. چرا؟ بخشش رو خیلی کوتاه در عرایض قبلی فرمودید. عرایض قبلی چیه؟ تو ادب نداری؟ تو جو بزرگ شدی ناکس؟ نکنه تو هم چینی هستی چون جنست خرابه. لایق برنامه تو همین دستقیبه. دستقیب که چه عرض کنم مخش قیبه. یه جوابی بهش بده بینم. آنچه که در مذاکرات اخیر توسط تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، تمامی ابهاماتی رو که اونها به هر نوعی در ارتباط با موضوعات هستی داشتن در بسته‌های پیشنهادی و موضوعاتی که به عنوان پاسخ تهیه شده بود ارائه شد. اما در اختلاف دیده شد در جزئیات. اساساً این اختلافات در چه مواردی بود؟ میشه ذکر کرد؟ نه خیر که نمیشه. اگه میشد که خب خودمون میگفتیم دیگه. من سربسته عرض میکنم خدمت بینندگان گرامی، اگه اوضاع جور باشه که خب کسی مریض نیست که هی بره بگه 10 روز دیگه میایم، یه ماه دیگه میایم، 2 هفته دیگه میایم، دوباره جنجال بشه. مرگ یه بار، شیون هم یه بار. مرحوم عووی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهموندن که مشنگه از شب اول قبر میترسید، وصیت کرد که وقتی مرد شب دوم خاکش کنن. برای چی مقام عظما تو جمع بسیجی ها اینطوری گلو خودشو پاره میکنه؟ خب ببین چه بدبختی داره. تو کشورهای دیگه طرف اگه داروی خواب آورم بخوره بهش اجازه رانندگی نمیدن. این بینوا جام زهر خورده، حالا باید بندبازی هم بکنه. هر روز یه شیره باید پیدا بکنه به مادر رو سرکله بسیجی ها که اسم موس موس کردن جلو شیطان بزرگ دیروز رو بذارن در وجه قهرمانانه و مانور هنرمندانه. این به چه معناست؟ دقایق خیلی اندکی هم داریم. هیچی، همون جام زهره. دستقیب بگو براش که مقام عظما چی کار کرده. به نظر میرسه که اشتباه بزرگی رو
مرتکب شدن. البته قبلا هم این اشتباه رو تکرار کرده بودن و در زمان جنگ تحمیلی و خاطرات شاید خوبی که اشاره کردن تبدیل به یک خاطره تلخ خواهد شد از این به بعد. خلاصش اینه که یعنی الان پشمی به عمامه مقام عظما نمونده. عظما تصمیم گرفت بزنه به سیم آخر، ولی قبلش که سیم آخر رو زده بود به برق سپاس. اینا همه گمان زنی است و میبایست با نگاه دقیق تری بهش نگاه کرد. اوه بیشین بابا، تو هم شلقم هم خودشو قاطی میوه ها کرد. آدم آب رادیاتور بخوره اما ادا اطفا رو افه دوزاری بعضی ها رو نبینه. تمومش کن بره. خیلی از شما متشکر هستم. الهی الهی چه عزیز است آنکه تو او را خواند. الهی الهی یه عقلی به این دوتا مشنگا بده، اونم نه همیشه، گهگاهی. همون موقع که من میام تو برنامه. اگه اهل قصه